اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان دیدار نمود. شرکت برشنای افغانستان می گوید کار اتصال پروژه 220 کیلووات لین غزنی الی کندهار آغاز گردید. پروژه نامبرده ظرفیت تولید 300 مگاوات برق را دارد که ولایات غزنی، زابل و کندهار از آن مستفید خواهند شد. مسئولین امارت اسلامی در جریان بازدید از کانال قشتیپه اطمینان دادند که کار این کانال 100% از بودجه داخلی تکمیل خواهد شد. به همکاری مشترک هلال احمر افغانی و شفاخانه بین‌المللی مهمن تداوی 16 بیمار سوراخ قلب در شفاخانه ذکر شده آغاز گردید. پلیس قماندانی امنیه فرام می گوید که نیروهای امنیتی 2 تن را از چنگ آدمربایان نجات دادند. همچنان می افزاید در این عملیات 2 آدمربا دستگیر و دوسیه‌شان برای تحقیقات و بررسی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردیدند. ریاست عمومی ترافیک می گوید که برای موترهای 1 کیلو اسناد توزیع می شوند. شاروالی کابل می گوید اهالی ناحیه 4 در پیشروی ملکیت‌های خویش نهال غرس نمودند.